امیدواریم که حالتون خوب باشه. عزیزان دل، با علی مرشدی عزیز در خدمتتون هستیم در برنامه ساعتی با فوریو. مرسی که بیننده شبکه جهانی فوریو هستین. میدونم که خیلیاتون تازه الان دارین برنامه ما رو میبینین برای اولین بار. من میدونم که کلی بیننده جدید دارین. بله دوستان عزیز، صمیمانه ترین درودها و سلام‌های ما را از استدیو شماره 1 واقع در جام جم که نه در ترکیه پذیرا باشید. بله پذیرا هستن. خیلی هم به ما لطف دارن، انقدر لطف دارن که ما واقعا نمیدونیم چجوری پشت این تریبون تشکر کنیم از شما، از عشقتون، از محبتتون، از مطالب و ویدیوهای عالی که برامون میفرستید. حالا یه ذرم در رابطه با اون تیتراژ کامنت اومده بود که حال هوای ایران یکم عوض شده و حال هوای ما هم یه ذره عوض بشه. حتما ما پیگیری میکنیم. ما همچنان قلبمون با شما هست، شک نکنید که اینجا نشستیم داریم تلاش میکنیم حال هواتون رو عوض کنیم، ولی ته ذهنمون، پس ذهنمون با شما هستیم که این اتفاقای متاسفانه بد در ایران افتاد و همچنان هم ادامه داره و فکر نکنید ما یادمون رفته یا فکر نکنید ما بیخیال شدیم حالا داریم برنامه‌مون رو نرمال اجرا میکنیم. نه، ما با شما همدرد هستیم، تمام تلاشمون رو داریم میکنیم یه ذره این درد رو کم کنیم یا حالا التیام ببخشید. بله همواره این اتفاقات تلخ در پس ذهن ما چسبیده و وجود داره و هیچ وقت فراموش نمی کنیم. نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. میبخشیم و فراموش هم میکنیم ولی آلزایمر هم نداریم. راهمون هم عوض میکنیم و سعی میکنیم که از انرژی‌های بد و منفی دوری کنیم. ببین وقتی که آدما با یه سری چیزا هم فرکانس نباشن، مثل زمانایی بود که خیلی معروف شده بود در رابطه با این حرف میزدن اینجا میگفتن که انقدر سر نماز جمعه گفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، انقدر مرگ دادن، مرگ فرستادن که همه مرگا رفت و دایورت شد، برگشت به سمت خودمون. همه دیگه در رابطه با این موضوع صحبت میکردن. همچنان هم میگن. تو فکر می‌کنی نمیگن؟ همچنان هم میگن. خب ببین مرگ بر آمریکا نگین دیگه شما. حالا نه اونجاها میگن بعد بگی برگ بر آمریکا، برگ. ولی میخوام اینو بگم که ما وقتی که کارت دعوت رو میفرستیم برای کائنات پر از انرژی منفی و مرگ، حالا این همه آدم تو آمریکا دارن زندگی میکنن که دارن زندگی این همه کیشیش داره آمریکا، این همه آدم خوب داره، خیر داره، این همه عموامون، عمه‌هامون، همسایه‌هامون، رفیقامون تو آمریکا، این همه آدم بمیرن. آره متاسفانه این هم فرکانسی میاره با انرژی بد دیگه و ول نمیکنه کشور. اون فرشته تاریکی پارس. آقا گیریم دولت آمریکا بد، گیریم دولت انگلیس بد. ها خوبه؟ وارد بحث سیاسی نشیم. میخوام زنگ بزنم به اوباما، اجازه دارم؟ اوباماست همیشه اوباما. مثلا اوباما الان دیگه چی کار است؟ ما چی میگیم برای خودمون؟ اون چیز بنده خدا الان دوستان که داشت راجع به اقتصاد امریکا و سایر کشور صحبت می‌کرد، خیلی از رئیس جمهورهای دول غربی مثل آمریکا و حتی همین ترکیه آقا دارن کارشون رو انجام میدن، ولی متاسفانه دوران پس کرونا رو به سر میبریم و یه تورم جهانی شامل حال تمام کشورها شده. حالا یه کشورهایی مثل مال ما، اون روز تو پمپ بنزین بودم با بابام اینا داشتیم میرفتیم یه جایی، بعد داشتم با بابام گفتم بابا ببین یه کارگر پمپ بنزین با کمترین سواد ماشین بنزین نبرد. گفت کجا هست؟ گفت ایرانی. حرف داشتیم میزدیم و اینا. بعد برایش گفتم آره شما هم تورم دارید؟ گفت آره. گفت ولی ما 2-3 سال تورم دارید، شما با 40 سال تورم دارید. یعنی یه دونه کارگر کم سواد پمپ بنزین در ترکیه هم میدونه که آقا مثلا کشور اینا راست میگه 2-3 سال، این 2-3 سال برو عقب‌ترش همه چی قیمتاش چند ثابت بود سالها. همیشه ما میومدیم تو برنامه‌ها یادت میگفتیم اینجا همه چی چندین سال دلار بالا میره پایین میره، همه چی همیشه هیچ چی تغییر نمیدادن. ولی الان متاسفانه توی این چند سال بعد کرونا خب بالاخره 1 سال مردم نشستن تو خونه، بعضی 2 سال نشستن تو خونه، کاسبی نکردن، دشت نکردن. دشت اول بده به من. دشت کردی تو؟ از کجا بردارم بیارم؟ شما دشت اول بده به من. دشت
دشت اول برنامه رو بده به من. دشت اول برنامه. آره با 250 تا میتونی شروع کنی. داری 250 تا؟ نیست 100 تاست آقا. 250 تا من خواستم. میتونی با 250 شروع کنی. این هم یه 50 هم بدی راضی. خدا رو شکر. این دشت اول امروز ما هر برنامه هر پارت 250 تا ازش بگیرم امروز 10 تا پارت اجرا میکنم 2500 تا کاسه میشم. تمام دارایی یک هنرمند رو گرفت. این با قلب هنری من 250 که رفت قلب من هم رفت. میخوام برای این پول دعا کنم. خداوندم دست پر برکت تو روی این پول باشه برای علی مرشدی، برای که سکته نکنه این پول رو بهش برمیگردونم. خداوندم این 250 لیر بشه 2,500,000 دلار برای علی مرشدی، پول سلامت، پول سالم. و خداوندم این حکمت و این بزرگی رو هم که به علی مرشدی دادی ازش نگیر که بتونه از این پول استفاده کنه برای کمک به آدمایی که نیاز دارن. این از ته دل خواستم واقعا تو برنامه از ته دل خواستم. چه سریع هم پسش گرفت. مثلا نگو حالا پول دعات باشه، حداقل 50 تا بده برای دعا پول بگیره. فکر کنم برای دعا پول بگیری. آقا دیده بودی میرفتن دعا مینوشتن قدیما، بعد یه دفعه تعریف کردم تو برنامه، بچه بودم رفتم پیش دعا، بعد من همش از این لای دره نگاه میکردم گفتم این دعا نویسه چی کار میکنه که آقا این همه مجیگلات. آقا چه ربطی داره دعا نویس به این دعایی که ما کردیم؟ ربطی نداره که. خب تو اگه اینو بنویسی بدی من بریزم تو چای بخورم خدا زودتر اثر میکنه دیگه. برم کاغذ قلم من یه کاری کنم، من میگم بیا این پولا رو دلار بردارم بیارم ریز کنم بریزم تو این چایه بخوری تا بیشتر تاثیر. تو دعاتو بنویس، رهاتم بنویس، بعد من اینو میبندم با آب زعفرونم بنویس، بعد رو آب روونم بنویس، بعد من اینو میریزم توی لیوان حل میکنم، با زرش پلو میخورم زعفرون با آبگوش میزنم بر بدن. عجب خیلی آبگوشت و آب دعا. بعد میدونی چقدر جواب میده؟ این مردم اصلا توی این فضای آبگوشت هم نیستن. یادته چقدر مردم ذوق میکردن دیگه؟ الان هیچ کسی اسم آبگوشت نه عوض کن مرشدی، نه اصلا بحث آبگوشت نیست، بحث اون حال هوای شعر و آهنگ و آوازشه. اصلا آبگوش به این لذیذی بسنده با دیسی. آخه یه زمانی میخوندیم. ببین من به کجا رسیدم دارم یاد اونو میکنم. خیلی حرفا. ببین انقدر آبگوش نگفتم، آبگوش نکردم. آخه بابا باز دوباره میخوام بنزین رو گرون کنم، باز دوباره مشکلات قرار است. آقا بریم یه آهنگ شاد، قرار نیستیم برنامه ما بخوایم بشینیم عزاداری کنیم. در خانه خاموش خود مادر. بریم یه آهنگ شاد گوش بدیم و برگردیم حالا هوامون عوض که باران بالا. بریم شما. سراغ یه مطلب پزشکی نظرتون هست؟ بله امروز یه دستور آشپزی خیلی باحال و متفاوتم برای بانوان دارم. میدونم که خوشتون میاد. که 2 مرتبه یه 2-3 مدل غذا رو من توی برنامه گفته بودم که متفاوت بود. خیلیتون استقبال کرده بودین، گفته بودین لطفاً همیشه بگو. همیشه نمیتونیم بگیم، ولی هر از گاهی توی یه سری از برنامه‌ها غذاهایی که متفاوت هست و میدونم خانم‌ها خستن دیگه، اینقدر خسته اینقدر که هر روز یا خورش کرفسه یا خورش بادمجونه یا قرمه سبزیه یا نمیدونم کتلت دیگه، اصلا دیگه میبرن یه جایی. بهتون حتما یه غذای خوشمزه امروز میگم، ولی در رابطه با خستگی نیست. این درس غذای جدید هستن. ولی بر 2 بخش هستن. بخش اولش با مرجان هستن، بخش دومش با علی هستن. میوه ها دارای ارزش غذایی هستن. رنگ اونا خیلی موثر هستن. میوه های سبز مثل انگور، گوجه سبز، خیار
و چیزایی که سبز رنگه گردش خون رو بیشتر چیزایی که میکنه. سبز رنگ هستن اینجوری الان ادامه بدیم. گردش خون رو بیشتر میکنه. پس اگه میخواین گردش خون بدنتون بره بالاتر، میوه‌های سبز بخورید. میوه‌های قرمز مثل انار، گیلاس، آلبالو و حالا رنگ قرمز داشته باشه کمخونی رو برطرف میکنه، خیلی موثره. از رنگش هم مثلا معلومه دیگه قرمزه. میوه‌های نارنجی مثل هویج، کدو تنبل، گرمک یادش بخیر ایران. دوست داری نه؟ گرمک کی بودی تو؟ گرمک تبش سرده برعکس اسمش، جالبه. گرمک زیاد شیرین نیست، طالبی شیرینه. گرمک و ملون شیرین شکر بزنن. خواهرم از ایران اومده برام طالبی ایرانی طالبی بعد از مدت ها. معلم زبان ما هم اسمش آقای طالبی. خب میوه های نارنجی هم که گفتیم مثل هویج و کدو تنبل و گرمک باعث استحکام استخوان ها می شود. میوه های سفید مانند توت، یعنی مایل به سفید، سکته های قلبی رو دور میکنه. عاشق این مایلام. آره دیگه، سفید دیگه، مایل به سفیده، مایل به سبزه، سفید مایل به سبز. مایل به مایل. میوه های مخلوطی از آبی بنفش و قرمز مثل چغندر، زغالخته، شاهتوت، توت فرنگی. چغندر چی میگه؟ چغندر رو کی بودی تو؟ موجب جوانی و شادابی میشه. به به، خیلی هم عالی. میوه های زرد مثل آناناس، موز، گلابی و زردآلو اشتها را زیاد میکند. اگه میخواین لاغرشین اینا زیاد به درتون نمیخوره. اینجاست که میگه آناناسی کی بودی تو؟ آناناس چغندر کی بودی؟ آناناس. آقا بریم سراغ مطلبای شما، بعد من این دستور آشپزیه رو داشته باشم. آناناس، چغندر با یه بچه تقص هیچ فرقی نمیکنه. آناناس و چغندر کی بودی تو؟ یعنی به خدا یه چیزی الان بهش میگم که دیگه اصلا اسم آناناس چغندر نیاره. چنقدر سنقدر. خب بریم سراغ مطلبای شما. من یه مطلب دارم که خیلی خیلی به دردتون میخوره اگر بخواید بخونید برای 40 ساله ها به بالا. برای ماها نیستش، ما 40 ساله به پایین هستیم و البته شما رو نمیگم که 85 سالتونه، خودم رو گفتم که بتونیم. من به دنیا نیومدم حالا. میگه دوستان عزیز، برای اینکه بتوانید به 100 سالگی برسید نصیحت های زیر را آویزه گوش بفرمایید. یه مطلبیه که 50% مال 18 سال به بالاست، نمیتونم بخونم ولی یه جاهایشو میشه بخونم. نوشته از خوردن آب دریغ نفرمایید. آب معمولی، آب گازدار، آب میوه، آب جو. خواب خود را تنظیم نمایید تا حداقل 6 الی 8 ساعت کپه مرگ بذارید. خدا نکنه. بهتر از خواب در شب باشه. آقا خواب صبح به درد نمیخوره، شب بگیرید بخوابید دیگه. 3. الان خودت شاکی، فکر کنم این روزا نمیخوابی. این فرم حرف زدنت از خواب قشنگ شاکی بودی. از خواب شاکیم. آره. بعد میگه که از خواب قیلوله حذر نکنید بعد از نهار. ولی من دوست ندارم خواب قیلوله. ولی یه مثلا پشتش بوده ننوشته از خواب غفلت هم دوری کنید. غفلت هم خیو. میگه از اخبار دوری نمایید و دنبال خبرها نباشید. اخبار آقا هرچی شد دایورت کنید به دیوار. مسیر اینوری اومد اینجوری بایستید بخوره کمونه کنه بره به دیوار. کمونه کرد به میکروفون بنده. میگه که از تلویزیون ماهواره موبایل کمتر استفاده کنید. از بحث‌های سیاسی و مذهبی دوری کنید که هیچ چیز در آنها نیست. آقا بحث نکن. هر کسی یه نظر و یه اعتقادی داره، بعد احترام گذاشت. میگه از طبیعت، جنگل، رودخانه، ماه، خورشید، گل استفاده برده و آنها را خراب نکنید. به خصوص گلی مثل علی آقا رو. گل بلبل کی بودی تو؟ میگه که با زنها
لا اله الا الله. نه این نمیشه بخونی. یه تر بابا یه تر. نه اینم نمیشه بخونی. وای چقدر نکته چیز داشت زیر 18 سال اصلا. نه اینم نمیشه بخونی. اینم نمیشه بخونی. هر کسی خلاصه اگه میخواین 100 ساله باشید خودتون بشینین حدس بزنین بعد چی کار کنین چون هیچ کدوم نمیشه خوب. هر کس پیشنهاد باغ، استخر، ویلا، مشغولی، رقاصی، ورق بازی و هر اشغالی رو داد قبول نمایید و رد ننمایید. که 100 ساله باشید. اینم نمیشه بخونی. بعدیش خودتون همه رو حدس بزنید و سعی کنید 100 سالم باشید. از دوستان بد اخلاق، اونوق، منفی باف، منفی نگر دوری و با دوستان اهل دل بله مراوده نمایید. به به. دنیا و حرف مردم را به یقه خود حساب کنید. چون دنیا بیشتر از آن که شما حساب کنید بی‌وفاست. از تک تک لحظات خود استفاده بهینه نمایید. چون بعد از مرگتان میگوید مرد که رفت به درک که مرده. بعد از اینکه طرف مرد میگن تو مزرعه مشغول کار و شخمم. والا بخوام تا میتونیم از زندگی لذت ببریم از لحظاتمون. هی پول رو پول میذاریم آخر این ارث خوران میخورن حالشو میبرن. شما هم که یه هممون یعنی یه وجب جا نصیبمون میشه تا میتونیم در لحظه زندگی کنیم. حالا 100 سالم ممکنه آخرش مرگ دیگه. الان مطلب بود خوندی. کریم اردکپور از شیراز این مطلب چرا از شیراز؟ واقعا میگی؟ علی جان حقیقت رو به من بگو. من میخوام بدونم فامیل اردکپور ما داریم تو شیراز. حالا خب مهاجر بوده شاید یه شهر دیگه اومده یه هفته اونجا تو مسافرخونه بوده این مطلب نوشته. جون من اسکامو نگیر. خدای خبرداری اسکام. الان یه چیز تو مایه اردکپور بود دقیقاً یادم متوجه نشدین چی بود فامیلیش. افتاده رو خنده. خدای شکر دری جان بخنده. من یه دستور آشپزی داشتم به شما قول داده بودم بذاری من بگم. ابتدا پیاز را سرخ میکنید. همینجوری یه پیاز گنده با پوست سرخ میکنید. آقا اینا رو بگو من بگم. نه خب نه بذار بگم ببینم میتونی حدس بزنی. میخوایم پیاز داغ بگیریم. پیازو بعد چیکار کنیم؟ پیازو نه شوخی میکنم. نگینی میکنیم دیگه. نگینی من نگینی خیلی دوست دارم. نگینی تق بعد سیر رو رنده میکنی تو پیاز سرخ میکنی به همین سادگی. آقا میگن سیر رو سرخ نکنید. نه یه تفت میدی اوکیه. یه بچه تفتی میدی. آره زردچوبه و کاری و فلفل قرمز و فلفل سیاه و نمکت هم به صورت کاری میریزی توش. آره یه چیز باحالی هم میشه. تفت میدی یه ذره تندش کنی. بعد تن ماهی تو باز میکنی. یه دونه تن ماهی میتونیم برای 6 نفر این غذا رو حتی استفاده کنیم. آقا تو ایران تن ماهی دیگه نمیشه بخری. یه دونه برای 6 نفر دیگه اوکیه. 6 نفری میشه این دونه خریداره. اینم توش سرخ میکنی. فقط زیرشو کم میکنی که نپره هلله بندری نزنه. خب بعد میای شنبلیله و گشنیز خورد میکنی میریزی توش. اینم هم میزنی. شنبلیله میدونی که نباید زیاد باشه چون تلخ میشه دیگه. گشنیز هم حالا مقداری دیگه. اصلا اندازه‌اش مهم نیست اینایی که گفتم. اینا بلای برنج. هر چی دلتون گفتش میریزید. آره چشمی خودتون دیگه بانوان محترم خودشون بلدن. هیچی موادتون حاضر میشه. برنج تو آبکش کن. یه ذره مخدر نمیگه مواد غذا رو میگه. مواد منفجره اینا منفجر میکنه. تو برنجتون یه ذره کاری بریزید. آبکش کنید. بعد این مواد اینو ماکارونی بدید لابلاش. اسم این غذا مگشته. این غذا یه غذای 100% جنوبیه که حالا یه ذره بعضیا اینوری درستش میکنن یه ذره بعضیا اونوری. بعضیا میان لیمو میریزن توی این موادش. من ترجیح میدم وقتی آماده شد بعد با لیمو و سالاد شیرازی بخورم. آره. ولی بعضیا گشنیز نمیزنن. من یه ذره گشنیز رو میزنم چون اصل شنبلیل است. خلاصه اصلا رو نون لیمو بزن با نمک. خوشمزه یه جوری میشه که اصلا دیگه دوست نداری از پای سفره بلند شی. اینو حتما امتحان کنید. بهتون قول میدم. قول
قول خیلی خوشمزه است. قول دادی؟ آره من اینجوری قول میدم. به شما قول بدم. باش قول دادم. بعد درست میکنم ببینم چی مزه میشه. مگه آبجیت مرغ خودم درست میکنم؟ نمیدونم ولی به نظر من یکی از بهترین غذاهای تهران و ایران آبگوشت لابد. خودت میدونی و میپرسی ولی آبگوشت که گوشت گیر نمیاد بعد چیکار کرد به نظرت؟ آبدو خیار تو تابستون. آبدو خیار والا. آبدو خیار والا چه مزه داره. حالا رفتیم دوباره تو فاز غذا. ما یه دستور آشپزی دادیم حتما درست کنید. خیلی آسونه. دوست ندارم. من نمیدونستم چرا اینجوریه. من مثلا کیشمیش دوست ندارم توش بریزم. من دایشم تو کیشمیشی. من فکر میکنم بعد یه کاری بکنم. خیلی موقعا که من این دستور غذا رو دادم بهم گفتن تون از روش رد شدی و ما نفهمیدیم موادش. یه بار دیگه مواد لازم. پیاز داغ و سیر داغ با ادویه، تون ماهی، مقداری شنبلی و گیشنیز، اینا رو میزنی وسط برنج. دیگه فکر کنم یاد گرفتین دیگه. خیلی آسونه. ما کلا مطلبا رو 3 بار میگیم قشنگ همه. نه اینو چون مینویسن خانوما خیلیاشون اصلا خیلی آسونه تو ذهن سپرده میشه. حتما درست کنید لذت ببرید. بریم بیاین. نتایج تازه تحقیقات دانشمندان. این دانشمندان همیشه تحقیق میکنن مستقیما رو موبایل من میفرستن، جای دیگه نمیفرستن ها، بعد میدن به خبرگزاری ها. 8 ساعت تنهایی به اندازه 8 ساعت بی‌غذایی مضر است. تنها نمانی. آقا قابل توجه اونایی که دارن الان با تنهاییشون آقا من تنها حال میکنن. الان خیلی مد شده ها. من اون روز یکی از رفیقام بعد 10 سال یه دفعه تصویری با یکی دیگه حرف زدم، سورپرایزم کردن. از همینجا درود میفرستم به دوست بسیار عزیزم کاوه دانشی که دوستای قدیمیم بودش و داشتم با یکی دیگه دوستام علی حرف میزدم، بعد یه دفعه دور گوشی داد، من سورپرایز شدم بعد از حدود 10 سال دیدمش و گفتم که کاوه چی کار میکنی؟ نه بعد میگم بعضی مثلا دنبال مثلا تشکیل خانواده نمیرن. بعضی مثلا اولین کاری که میکنن تا سر از تخم در میارن مثل امثال بنده. مثلا 18 سالشه سر از تخم در برده دنبال تشکیل خانواده است. 16 سالمه تا سر از تخم در میارن. یعنی آقا ازدواج مثل من و مرجان، هر جفتمون مرجان که با متین جان I can't speak Persian, you know. I'm so satisfied from my marriage no once. ولی بعضیا تنهایی حال میکنن. آقا تنهایی حال نکنید. تنهایی به اندازه بی‌غذایی مضر. تحقیقات دانشمندان داره نشون میده. شما که اینقدر مواظبید که مثلا سیر بخورید، پیاز بخورید، مثلا برای سلامتی خوبه، از تنهایی هم حذر کنید. ولی یه وقتا تنهایی حال میده. نه مطلب رو کامل بخون در موردش. من حرف دارم اتفاقا. میگه انسان از گذشته حیوانی اجتماعی خوانده شده. چی؟ خب حیوانی اجتماعی خوانده شده. تربیت پدرسه. اونه که نوشته رو گفتم که تقریبا به همان اندازه که به آب و هوا و غذا نیاز دارد به هم صحبتی و همنشینی محتاج است. مطالعات گذشته نیز نشان داده بود که انزوای پایدار انسان‌ها آنها را از راه‌های مختلف در معرض آسیب جسمی قرار می‌دهد. حالا نتایج یک تحقیق جدید به طور مشترک توسط محققان در دانشگاه وین اتریش و دانشگاه کمبریج بریتانیا انجام شده نشان می‌دهد که 8 ساعت تنهایی روزانه می‌تواند به اندازه 8 ساعت بی‌غذایی در برخی افراد سبب کاهش انرژی و افزایش خستگی شود. من دقت کردم علی جان وقتی که صداشو تغییر میده و اینجوری با هیجان میخونه یه دونه توپق هم نداره. دقت کردی؟ مثلا یه کلمه‌ای اینجا نوشته پرینس همه رو دقیق تمیز. حالا با خودش باشه نتایج همینجوری بخون آقا. یه توپی اصلا صدا تو تغییر بده. باشه از این به بعد من خب حالا من یه چیزی بگم. یه دوستی داری؟ فقط کافیه دستمو دراز کنم. مرگان زبلم. بگی اون چی بود؟ یه کارتونی بودش میگفتش که
فقط کافیه دستشو دراز کنه. کاربر گجت؟ آره یه همچین چیزی بودش اون موقع بچه بودم نشون میداد. یه دوستی دارم که اصلا آره دوست نداره ازدواج کنه و با تنهایی خودش خیلی کنار اومده، لذت میبره، اون تمام تلاششو کرده، الان موفق، خیلی هم موفق خیلی هم دختر موفقیه، چقدر روحیش سلامت و حالش خوبه و همین دوست منم خیلی موفقه تو زندگیش. آره. حالا برای اولین بار خیلی از دوستان دیگه هم همینجورن. 100% الان خیلی ها هستن که فکر میکنن مثلا حالا اگه تنها هستن یه راهی رو رفتن، حالا درسته که محققان به این نتیجه رسیدن ولی این نیست که همه آدمای تنها افسرده باشن یا حالشون بد باشه. حالا مثل دوستا علی آقا یا دوستا خودم میتونن خیلی آدمای موفق باشن، ولی جالب اینجا نکته خیلی یه نکته بود که اصلا منو سورپرایز کرد یه جورایی. دیدمش و سلام و احوال پرسی چطوری، با تنهایی چیکار میکنی، همه چی خوبه؟ گفت یه چیزی بهت بگم، میخوام تشکیل خانواده بدم. بعد گفتم خب مثلا حالا با یه آقای مناسبی دوست شده، میخواد ازدواج کنه فلان اینا. گفتم اوه چقدر خوب، چند سال بود که هر کسی بهت پیشنهاد دوستی میداد تو زندگیت میخواست بهت قبول نمیکرد، خیلی سختگیر بودی، چی شد؟ خب هنوزم کسی تو زندگیم نیست. گفتم خیلی ممنون. بعد میخوای تشکیل خانواده بدی، با چه تفکری، چه چیزی باعث شد که به این نتیجه برسی؟ گفتش که احساس میکنم موفقیت هایی که میخواستم رو به دست آوردم، از تنهایی من به اندازه کافی لذت بردم، الان وقتشه که ازدواج کنم، بچه بیارم. گفتم بچه؟ تو باورم نمیشد. حالا اینو که گفتم مفهوم به اینه که خیلی که میشناسیم ممکنه تا یه جایی بخوان تنها بشن، برن و به هدفشون برسن، وقتی که به هدفشون رسیدن موقع به فکر تشکیل خانواده باشن. واقعا در دنیای جدید هر چیزی امکان پذیره. پس فردا یه طرف تصمیم گرفت بره یه ربات برداره بیاره خونه، یا یه کشکک برداره بیاره خونه، یا یه زانو برداره بیاره خونه. حالا یه دوست دیگه هم داشتم، اونم جالب بود، میگفتش که آقا بی شوهری مده، تک فرزندی مده، بی فرزندی مد شده. بعد اینجوری میگم، میگه بدونی که ما بخوایم اصلا بی پولی مد شده، اصلا بی همه چی مد شده. من بی همه چیزم، من داد میزنم جماعت. ما هم یه رفیق داشتیم بالشت پر شوهر، شب زیر سر شوهر. چرا برای زن نمیگن این حرفا؟ چه ولم عجبا. کدوم مردی نقش بالشت رو بازی کرده واسه؟ ولی خب ویگن هم برای زن خونده دیگه. زن زیبا. بله شما در خدمت. به خدا. نه به خدا شما بفرمایم. مطمئنین؟ بفرمایید. اگه میخوای شما بفرمایید. مقدم اصلا شک نکنید. خواهش میکنم. من میخواستم در رابطه با انرژی شمع‌ها باتون صحبت کنم. خیلی هاتون توی خونه عادت دارید عود روشن میکنید، شمع روشن میکنید و سعی میکنید حالا از این طریق انرژی منفی رو دور کنید، ولی رنگ شمع‌ها هر کدوم یه دلیلی داره، یعنی یه فرکانسی داره. جالبه بدونید شمع‌های سفید سمبل شفابخشی و ایجاد نیروست، حس آرامش و امنیت رو توی فضا ایجاد میکنه. اوکی. شمع‌های سیاه نیرومندترین و در عین حال محافظت کننده ترین شمع‌ها به شمار میآیند. من شمع سیاه معمولا استفاده نمی کنم ولی می نوشته خیلی نیرومنده. شمع قرمز نماد عشقه. عشقه؟ آره دیگه قرمز دیگه. توی سفره‌های عقد و شبای مثلا خیلی لاو استوری و مثلا لاولی عاشقانه و اینا شمع قرمز میذارن. اصلا رنگ قرمز نماد عشق دیگه. نماد عشق. ارتعاش عشق رو میبره بالا، حتی عشق کیهانی رو، یعنی حتما نباید که عشق زمینی باشه. شمع آبی و فیروزه‌ای برای اینکه استعداداتون شکوفا بشه و الهام‌های بیشتری بگیرید بیشتر استفاده میشه. شمع سبز برای ترقی و توسعه می باشد. یعنی در واقع ما وقتی که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم بهتر میتونیم اگر شمع سبز رو روشن بکنیم، در طول روز جستجومون خیلی بیشتره، ترقی و پیشرفتمون در طول روز خیلی بیشتره، خیلی چیزا رو میتونیم گسترده‌تر توسعه بدیم. شمع نارنجی نماد نشاط و سرزندگی است. اون هم ربط به توانایی، استعداد و توانایی‌های شما داره. شمع بنفش و ارغوانی نماد قدرت و برتریه.
در رابطه با جاه طلبی و حالا ما که نباید دنبال جاه طلبی باشیم، ولی موقعیت و حالا جا و مکانی که میخواین تو اون موقعیت و شرایط باشید، شمع بنفش و ارغوانی. حالا شمع‌ها خیلی زیادن. یه دوره یادت عربا چقدر ادامه داره؟ یه کوچولو دیگه من خلاصه دارم میگم. زرد و طلایی که من همیشه از این رنگ استفاده میکنم برای سمبل معنویته و خیلی وقتی که این رنگ رو روشن میکنی میتونی اون حس رو ایجاد بکنی که به خداوند بیشتر نزدیکتری. شمع خاکستری و نقره‌ای شفافیت و پاکی سرشت رو کمک میکنه بهش و در رابطه با نبوغ. شمع صورتی باز ربط به دوستی داره، یعنی نه عشق عشقولانه، نمیدونم حالا دوست پسر دوست دختر و زن و شوهر، نه دوستی هایی که رابطه های دوستی که دارید شمع صورتی روشن کنید تا اینا بیشتر دوام پیدا کنن. و بیشتر شمع‌ها برای درمانی ازشون استفاده میشه، یعنی اکثر این رنگ هایی که ما گفتیم شما میتونید استفاده کنید به این نیت هایی که گفتیم، ولی همه اینا از لحاظ درمانی هم میتونه کمک بسزایی کنه به شما. خیلی خلاصش کردم، خیلی مطلب طولانی. یه دوره‌ای بودش که انقدر مثلا حدود 10-15 سال پیش توی امارات متحده عربی انقدر شمع مد شده بود و خیلی دوستای عربی که داشتیم مثلا یکی از خریدای روزانه‌شون بود. مثلا صبح که میرن 2 تا نون بده، مثلا یه دونه شیر بده، 2-3 تا شمع هم برمی داشتم با خوش آوردم. یکی از دوستای عرب من رفته بودم خونه‌اش، شمع گرفته بود به این گندگی. اینجوری می‌بینی، بعد اینو همینجوری بدون هیچ چیزی کلپ گذاشته بود گوشه پذیرایی، روشنم می‌کردش. آره. بعد مثلا یه 5-6 ماهی روشن بودین، بعد مثلا خودش آب شده، بعد خودش یه کوه پارافین آب شده انگار اینقدر زیبا میشه که من اون اوایل که اینو گرفته بودش درک نکردم. گفتم این چیه؟ یه دونه کاسه زیرش نذاشته، بشقاب نذاشته، این الان او میشه میریزه رو زمین. ولی دیدم بعدها فهمیدم که من چقدر آدم ساده‌ای بودم. آره اینا آب میشن مثل کوه میشن، مثل کوه آتش فشان که میزنه بالا اون شکلی میمونن پر از خط و خطوط. خیلی حالا بریم سر وقت مطالب من. 2 تا مطلب داغ دارم برای این بخش از برنامه مرجان. حالا میخوای یه دونه‌شو بگی بعد بریم و بیایم یه دومی رو بعد حتما. در اولین مطلبی که میخوام بگم راجع به مصریان باستانه که اصلا دوست دارم. وسط کله آدم کلم سبز میشه. میگن مردهای مصری وقتی میخواستن نهایت دوست داشتنشون رو به زنشون بگن، فکر میکنی چی میگفتن؟ میگفتن تو گاو مورد علاقه منی. خیلی ممنون. گاو من، قربونت برم، تو گاو مورد علاقه منی. این تعریف نهایت علاقه بوده که مردی زنش رو به هانور، الهه زیبایی، عشق و موسیقی نزدیک بدونه و صفتهای اون رو به معشوق نسبت بده. هاتور دیگه چیز با عینک بزنم. خالتور، پیرچشمی گرفتم. هاتور و هانور خوندم. 2 تا نقطه دیگه، یه نقطه میبینم اینجا که میشن میشه هاتور، اینجا که میام میشه هانور. ساتور. میگه صفتهای اون رو نسبت به اون معشوقشون نسبت بدن. هاتور شاخ گاو روی سرش داشت و خورشید رو باهاش حمل میکرد. این الهه‌ای که به اسم هاتور بوده شمایلی گاوی بوده که شاخ گاوش به خورشید رو حمل میکرده و الهه عشق بوده. احتمالاً همسر شبیه گاو بوده. این بنده خدا هر موقع میدیدتش یاد گاو میافتاده، بهش گفته تو گاو مورد علاقه من هستی. اینم بعد شده کم کم سمبل توشون پخش شده، هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه، دلیل دیگه ای نداره. این گاو خیلی داستان داره. تازه اینکه چیزی نیست، یه جای کره زمین هست زنا وقتی که
چیزن تو رسم توی قومشون به مردم میگن تو چقدر دراکولای زیبایی هست. اومدی انتقام بگیری؟ دلم نیومد بخوام اسم حیوان بیارم. من چقدر احترام میذارم بابا من به جان مرتضی علی هیولای من بودی که هیولای کی بودی؟ گاو کی بودی؟ مثلا به هم فکر کن 1%. حالا یه ویدیو میخوام بریم ببینیم که خیلی روی من تاثیر گذاشت. حقیقتا یه جورایی به حد دیگه بغض کردم و چونم همونجور میلرزید. یه سگ صاحبش تعجب میکنه که این هر روز میره کجا؟ بعد از یه مدت پیداش میشه، چند ساعت نیستش. میاد تعقیبش میکنه و ازش فیلم میگیره. میفهمه که میره توی بیابون، اون اطراف یه غار بوده. بگم چه اتفاقی میفته یا نگم؟ آره بگو. چند تا توله گرگی که مادرشون اون گرگه مرده بوده تو هم نزدیکی هم افتاده بوده. کوچولو توله‌های اون گرگه هم که مادره افتاده مرده، اون گوشه حالا نشون میده. فیلم گرفته این آقا. این سگه داره به این بچه ها شیر میده. وای، یعنی فقط وای. یعنی من انقدر حالم به هم ریخت، از نه که به همه بدا با حال، برای اینکه رفتم تو مغز عشق، در واقع تو مغز داستان عشق که وقتی که اون نیرو، اون فرکانس از آسمان به قلب آدم میتابه، اصلا تو دیگه جنسیت برات مهم نیست. فکر کنی چند تا توله گرگ این سگه داره بهشون شیر میده. بریم ویدیوشو ببینیم، خیلی تاثیرگذاره. به نادانان چنان روزی رساند که 100 دانا در آن حیران بماند. حالا من خبر بعدی که میخواستم تو بخش قبلی بخونم، تو گفتی بخش قبلی نخون و بخش بعدی بخون، این بود: یک مرد مصری به دلیل آنکه همسرش در خریدهایش آجیل مورد نظر شوهر را تهیه نکرده بود، او را با سلاح سرد به قتل رسانید. جلل خالق ماشاءالله. بفرستم واسه کارگردان. میخندی باید پاپیون ببندی با این مطلب. میگه که داستان اختلاف این زوج که هر دوی آنها پرستار بودند از زمانی آغاز شد که زن در یکی از روزهای ماه رمضان از شوهرش خواست برای خرید به او پول بدهد. بعد از بازگشت زن از خرید، شوهر متوجه شد درخواستش مبنی بر خرید آجیل و میوه خشک که جزو خوراکی‌های مرسوم مصری‌ها در ماه رمضان است و به یامیش شهرت دارد نادیده گرفته شده است. همین امر باعث شد درگیری لفظی بین او و همسر 20 سالش در بگیرد و دست آخر منجر به قتل این زن با چاقوی آشپزخانه شد. وای خدا نصیب. آجیل نخریدی برامون؟ ما اونجا نبودیم. بدون آجیل نمیتونم. نمیدونیم دیگه چه اتفاقی افتاده، تو چه شرایطی، چه شرایطی زنه چی گفته که اونو به اون حد رسونده. شاید طرف بدون آجیل واقعا نمیتونسته زندگی کنه. این خیلی تحلیلی بود که یعنی از هر آنالیزی مهمتر بود. من خیلی قانع شدم. دیدی مثلا تو اخبار، مثلا توی اینجور خبرها مثلا با یه کارشناس رسمی مصاحبه کنن، به خاطر این خبری که امروز در خبرها اومده بود تماس گرفتیم با آقای علی مرشدی، متخصص آجیل شناسی در مورد قتل‌های زنجیره‌ای. آقای مرشدی شما روی خط تلفن هستید؟ بله قربان. بله بفرمایید. نه دو شبکه ایران اینترنشنال. بله قربان. معمولا در اینجور قتل‌ها همسر توی شب‌های بین 17 تا 23 ماه احتیاج به آجیل پیدا میکنه و اگر آجیل بخواد آجیل بهش نرسه ممکنه همسرش به قتل برسه. در نتیجه از بینندگان جان خواهش میکنم که بین 17 تا 23 ماه حتما آجیل برای همسرشون تهیه کنن.
بله دستتون درد نکنه. غیر آقا واسه هر چیزی توی این شبکه خبری گزارشگر مثلا راهی پیدا میکنن. بعد مثلا میگن آقا یه کارشناس تو زمینه مثلا هوا فضا از ناسا در خدمت ماست که در خدمت شماست که مثلا این موضوع رو حلاجی بکنه. خیلی هم متاثر کننده و ناراحت کننده و غمگین بود که این اتفاق افتاد. طلب خیر برای اون آقا تحت هر شرایطی هست که خداوند به راه راست هدایتش کنه و روح اون خانم در آرامش. حالا فقط نگفتی خانم مرد دیگه، آره به قتل رسان دیگه. قتل معمولا قتل با بعد از قتل بله. آره دیگه من فکر کردم خوندی که چاقو زد بهش. یادم نبود اسم قتل آوردی. میگه بسیاری از پیک‌های مواد غذایی در مسکو، برادر مسکو، برادر روسیه، برادر ما نه ولی برادر مسئولین ما، اهل کشورهای آسیای میانه و بسیاری از آنها زوجهای جوانی هستند که با هم کار میکنن. خیلی جالبه، یعنی زن و شوهری میرن با هم پیک میشن. چه جالب، چه جالب. حالا حتما که نباید پیک بشی، کلا زن شوهر دست به دست هم تو هر جایی تو هر زندگی. یعنی مثلا تو روسیه مثلا پیتزا زنگ میزنی میارن، یه زن و شوهر با هم میارن. ها با هم میرن؟ بسیارشون. یا هر کی راه خودش میره، فقط با هم همکارن توی یه مکان؟ نه با هم میرن. مثلا توی این عکس یکی داره بند کفش اون یکی رو میبنده. آها یعنی هوای همو دارن کنار هم دیگه، با هم دیگه میرن غذا رو میبرن. پیک موتوری زن و شوهرن. آقا خیلی ساده و روشن و شفاف و بشاش و صیقلی داشتم این مطلب رو عرض میکردم که مثلا زنگ میزنی آقا زنه بره جدا کار کنه، خب وقت و زمانی که میذاره 2 تا پول در میارن دیگه. چه کاری 2 تایی با هم دیگه برن پیتزا تحویل بدن، 2 تاشون هم با هم خسته شن، مگر اینکه دیگه خیلی عاشق هم باشن یه ثانیه نمیتونن از هم دور باشن، میخوان اینجوری کار کنن. دیگه مثلا چیز دیگه بزنن. اینو قبول دارم، چون من یکی از دوستام اینجا همسر روسی گرفته بود و سالها پیش اون اوایل ترکیه اومده بودیم، ایشون برای من خونه پیدا کرده بود، ما رو دعوت که با هم رفیق شدیم. فهمید ما تلویزیون داریم، گفت بیا آگهی واسه ما رفتیم خونه. زنش روس بودش. بعد خیلی جالب بودش که از قد خانومه از آقای خیلی بلندتر بود. بعد وقتی رفتیم خونهشون اون شب ما نمیدونستیم روسا اینقدر عادت به مشروب دارن و اینا. بعد تو خونهشون هم تنور درست کرده بودن. چه باحال. خیلی غذاها رو تو تنور میذاشتن آماده میکنن، بعد آوردن و بعد 3-4 تا لیوان مشروب پر ریختن. بعد ما فکر کردیم آقا اینو واسه خودش رو ریختن، نه یه دونه‌اش واسه ما ریختن. بعد مثلا اینقدر ودکا روش، اینقدر نوشابه، فکر کن خود نوشابه چاق کننده، اونقدر چیز. بعد یه دونه غذای روسی هم آوردم اونجا، غذاشون خوشمزه. آره بعد دیگه آقا ما دماغمون رو گرفتیم و خوردیم و بعد کله که ذره داور چیز آوردن. اینا 2 تا بچه بزرگ داشتن. بعد خیلی جالب بودش. بعد آلبوم ازدواجشون رو آوردن، مثلا عکس مثلا 15 سال پیش. بعد تو 15 سال پیش هم همین اختلاف قده بوده و خیلی جالب. اون موقع مثلا زنه خیلی جوان‌تر بوده، بعد اینقدر به خاطر اینکه مثلا پوست صورت سفید خیلی زود شکسته میشه. الان که مثلا 20 سال با هم زندگی کرده بودن، قشنگ مرده مثل مادر زنه مرده شده بود، زنه مثل مادر شده، یعنی زودتر از مرده شکسته شده. ولی کلا شما مردا باعث شکسته شدن ما خانم ها میشین، شک نکنید. ربطی به پوست سفید و پوست سیاه نداره. تفکیک نکن برادر من. شما ما رو تا نکشین دست از سر ما بر نمیدارید. دست بر. بریم و بیام یه آهنگ گوش بدیم. من تکلیفم با این مرد روشن. این بخش میخوام راجع به هوش مصنوعی صحبت کنم. این بخش آخره؟ بله بخش آخره، ولی بهنوش مصنوعی نه، هوش مصنوعی. اون فرنوش مصنوعی. ساقدوش مصنوعی. این هوش مصنوعی که جدیداً همه اخبارها رو تحت تاثیر خود قرار داده،
آقای بیل گیتس یه نظری راجع به این هوش مصنوعی داره که خیلی جالبه، چون آدم جلبیه، نظرش هم خیلی جالبه. گفته بیل گیتس معتقد است که چت ربات‌های هوش مصنوعی به کودکان در عرض 18 ماه خواندن را آموزش می‌دهد. او خاطر نشان کرد شما از اینکه چگونه این کمک خواهد انجام شد چگونه این کمک خواهد کرد شگفت زده خواهید شد. در آینده بسیار نزدیک به عقیده او، به زودی، یعنی آینده نزدیک هم نه، هوش مصنوعی میتواند معلم بسیار بهتری برای بچه ها از هر فرد دیگری باشد. و بچه های ما تو 18 ماهگی، یعنی قبل از اینکه به 2 سالگی برسه، واسه کتاب میخونه. جل الخالق جل الخالق جل الخالق ماشاءالله. فکر کن 18 ماهگی، ما تو 7 سالگی میزدم پس کلم بنویس بابا نان داد، سارا انار دارد، تازه با چه خرچنگ قورباغه‌ای می نوشتیم دارد، پاک کن زدی دادت. کلاً ما میدونیم که 5مین نسل بشر هستیم که داریم دوباره میریم به سمت تکنولوژی و میرسیم به اون اوج تکنولوژی و بعد احساس خدایی میکنیم و میزنیم سیاره زمین رو نابود میکنیم. بعد دوباره زندگی و دوباره یه سری آدم‌های عاقل و آگاه که میدونن این اتفاق داره میفته، حالا یا میرن تو فضا یا میرن زیر زمین یا یه جایی، حالا برنامه خودشون رو نگه میدارن و وقتی که سیاره زمین دوباره به حالت طبیعی برگشت، میان و میشن آدم و هوای نسل بعدی. میگن سالیان سال، میلیون ها سال این چرخه ادامه پیدا کرده. هی بشر اومده رو زمین. قاره آتلانتیان ها قبل از ما بودن که اومدن همه جا اهرام ثلاثه دیگه نمونه بارزشه. چی میتونسته اینا؟ اوج تکنولوژی بودن. الان من لباسای فضایی، گوشی‌های آیفون نمیدونم از جنس سنگی پیدا کردن مال هزاران سال پیش. خب پس ببین به کجا رسیده بوده بشر از لحاظ اصلا فاضلاب آقا تخت جمشید تو بردار نگاه کن، سیستم آبرسانیشو ببین 2500 سال پیش چجوری میشه آخه؟ بعد مثلا دوباره همه چی. خیلی جالب بود اگه انسان میتونست به اوج تکنولوژی برسه و استفاده مثبت کنه ازش. چرا باید زمین رو بترکونی، کره زمین رو نابود کنی؟ میترکونه دیگه. یه دفعه یه نفر میاد اشتباهی دکمه میزنه، این بمبای اتمی که همه کشورها ذراتخانه هسته‌ای دارن، برای چی میگن آقا پاک کنید دنیا رو از این انرژی هستی؟ من آخرین مطلب این برنامه رو میخواستم بخونم بانو مرجان. دیدی بچه‌ها گریه میکنن چقدر اعصاب آدم خورد میشه؟ بله. معتقدی که ژاپنیا عجیب ترین آدمای رو زمینن؟ نه معتقد نیستم. من معتقد هستم، به خاطر اینکه اون زمانی که هنوز چین انقدر پیشرفت نکرده بود، ژاپن پیشرفت کرده بود و اون زمانی که هنوز خیلی از این کشورها، بابا ژاپن واسه خودش بیه انقدر تو نقشه دنیا رو گرفته، پاناسونیک و ناسیونال و چه میدونم کمپانی ابر کمپانیایی که ژاپن ده. آقا تو یوتا تو نگاه کن، تو یوتا رو. حالا بابا بگوی بچه‌ها داستانشون چیه؟ اونجا یه مسابقه میذارن، خیلی اعتقاد دارن بچه هرچی بیشتر و بهتر و رساتر گریه کنه سالمتره. یا خدا چه مغزی دارن. ژاپنیا بر اساس باورهای قدیمی معتقدن گریه باعث میشه نوزاد سالمتر و قویتر بشه و هر بچه‌ای هم که شدیدتر و بیشتر گریه کنه یعنی سالمتره. خلاصه هر کی در این رقابت اول بشه یعنی سالمتره. بعد از سالها که به دلیل کرونا مسابقه به گریه انداختن نوزادان در ژاپن برگزار نشد، امسال دوباره این رقابت سنتی در بسیاری از معابد این کشور برگزار شد. 2 نوزاد را روی تشک میبرند، عین کشتی، عین جودو، و هر نوزادی که زودتر به گریه بیفتد برنده است. 2 نفر هم با ماسک ترسناکتر میشوند و سعی میکنند کودکان یا نوزادان را بترسانند که زودتر به گریه بیفتند. مریضن.
اون وقت بچه زودتر گریه بچه تو رشد ماسک میزنی میترسونیش که بیشتر گریه کنه، خب میشه بدترین خاطر زندگی. ما فکر کنیم بچه گریه میکنه باید سریع آرومش کنیم. ما درست فکر میکنیم آقا جان، فکر کنیم اینا درست فکر میکنن. یعنی بچه کوچیک ماسک بذاری، یعنی بعد وقتی اینا کارخونه تویوتا میزنه، بعد ما میریم چی میزنیم؟ پراید تولید میکنیم. حالا تویوتا بزنیم بچه رو میترسونیم، بچه نسل در کمال نوآوری دست از سر کچل پرایدم ور نمیداریم. شب میخوابن صبح بلند میشن 15 تا مدل ماشین طراحی میکنن. ما همچنان پراید رو گرفتیم ول نمیکنیم، همونجوری که پیکان گرفته بودیم 50 سال. ولی خب اینم بگو به جاش ما حداقل از این کارا نمیکنیم دیگه. اینقدر اینجور چیزا رو میگی، چیزای مثبتمون هم بگو دیگه. ما حداقل از این رسمای مسخره نداریم که کشورمون یه بچه رو الان اتفاقا ایران به نظر من با شعورترین پدر و مادر رو الان ایران داره. قبول دارم. ما واقعا انقدر مواظبن، انقدر فهمشون رفته بالا، همه چیز تنبیه نمیکنن. اما دوست من میگه من قدیم پسرم دخترمو میزد، دوتاشون کوچیک بودن، میزدم پشت دستت میگفتم این نه، زدن نه. میگه بچه با تعجب نگاهی من میکرد. میگه الان میفهمم من دارم خودم تو رو میزنم و میگم زدن نه، کتک نه، خب من خودم دارم اون کار رو انجام میدم. خیلی تغییر کرده و واقعا ایرانی‌ها باشعورن توی فرزند، یه دونه میارن ولی قشنگ تربیتش میکنن. یه بچه درست مواظبن. من قبول دارم. 9 ماهی که تو شکم مادره هست، پدر خیلی مواظبه، هوای زنه رو داره. اون بچه به دنیا میاد تا 6 سالگی، مهمترین سن زندگیشه که زمین ناخودآگاهش شکل بگیره، مراقبت میکنن. این چه کاری با نوزاد میکنی؟ ماسک میذاری؟ بله. قاطی کردم من. در خیلی از مسائل آدم وقتی خب بعضی از خارجی‌ها رو می‌بینه به IQ ایرانی‌ها ای والله میگه. بله ما خیلی محاسن ای والله. ما خیلی با شعوریم، ما خیلی خوبیم، فهیمیم. نه واقعا ملت فهیم و با حرف شعور برا گفتن داریم، همه اینو میدونن. به خدا. بله. آقا پریروز نمونهش توی رستوران داشتیم صحبت میکردیم، مثلا آقا یه چیز ساده یه ذره تلفظش رو اینجوری میگیم، مثلا جیگر رو، مثلا یه جیگر، آقا مثلا یه ایرانی باشه، ما مثلا تو کشورمون کرد داریم، لر داریم، مشهدی داریم، شیرازی، همه زبونا رو میفهمیم. یه ذره خب یه ذره پایین و بالا میگن هر کدومشون. حالا مثلا به اینا میری اونجا مثلا جیگر، یه جیگر نمیفهمه. باید مثلا ترنسلیت بیاری آقا جیگر. خب آقا ما گفتیم جیگر، حالا مثلا تو یه ذره این دوگولت به کار بنداز بفهم چیه دیگه. دقیقاً. آره باهوشی که واقعا حرف باهوش الان نمونهش اینجا من و مرجان، 2 تا باهوش بیهوش. مرسی که امروز با ما بودین عزیزای دل. به ما خوش گذشت، به من خوش گذشت واقعا امروز. به ما هم خوش گذشت. خیلی 13 به در خوبی بود و 13 به در. قدم نورسیده مبارک باشه. تولدتون رو تبریک میگم. هزاران سال ان شاءالله پای هم پیر بشین. قربونتون برم. الان نگو، من هر دفعه میرم تولد یه نفر تبریک میگم تو فیسبوک، تو اینستا، هی میان دوباره برام فکر کنم تولد خودمه. مثلا رفته بودم تولد علی، یکی از دوستامونو تبریک گفتم علی جان تولدت مبارک. این همون دسته آدمایی هستن که اصلا توجه ندارن دیگه. توجه گفتم عزیزم تو 2 ماه پیش هم به من تولد گفتی، یه ذره برو بالاتر مسیجاتو ببین. مگه من میشه 2 ماه یه بار به دنیا بیام؟